یک دو سه چهار یک دو سه چهار پرن جیواتا دست میون با دورید شکم توپ دادن گرید هندوستان مانا مبارکس Jackson. японский движение даст полный боло а акун як ду се чор як ду се чор акун шишта хестам приседаний як ду то охирашини як ду як так барои стумура مثل که گریزه دیسکو چیز داره دست هم تو میدارید تا 5 مرتبه خم میشه درست میشه دونه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده امروز به 10 تا بس دیگه شما 5 مرتبه هر روز کردن گیرید مشق دیگر دست تی نوف میمونید بالا میکشید یک بالای نوف میمونید دو قفسه سینه میمونید میکشید سه همه آدم ها نادرست خواه میرد ستوموره از جاش میجید بعد پگاه میخیزید خیلی کجک اون همین مشق سیاز اینو من 2 تاش خرساز کرده دارم یک دو سه یک دو سه مشق زانو 10 مرتبه طرف راست 10 مرتبه طرف چپ 10 مرتبه پیش عقب اکنون برای کف پوچک گردش خود معتدل شدن نه نوک چیلک پیش نوک میره تمامی وزن نوک چیلک با اکنون کنی پوچک با پشت اکنون پوچک خیلی کج میمونید و برعکس اکنون یا پوچک خطی خیزی نمیکنه با دیگرش کسی منه یک دو سه چهار پنج با دیگرش یک دو سه چهار اکنون خرگوش یک دو سه چهار پنج اکنون برای سنجد که انرژی بدن انسان همه وقت هر جا و یخیده نمیشه بعد این مشقا بالانسیروف میشه ماشین بالانسیروف میکند که بالونوشه من هم تو میستید اگر کچات نکنید استودان تونید انرژیتون یک خیلی تقسیم شد بود دیگه رشقتی اخواب خسته اگر میکردیم همه میکلوبی انرژی تقسیم شد همه جای عضوهای بدن با هاو اکو مشق گردن طرف راست گردنید چپ راست چپ پایان پشت راست برای شین استخوان راست برای چشم اکن سرت
برزنه هرچی سفید بودیم و برعکس هاو خوش یکی از عامل‌های سالمی درازعمری خنده هست. من در همین موضوع هم کتاب نویسندگی آدمی که دائم زیغ میگردد من نقض نمیشم. برای همین شما باید خندیده گردید. در وقت خندیدن گرمان‌های مغز جدا میشود، حالت گرمانالی نظم میشد، آدم تیز شفا مییابد. من روبایی نویسندگی که لفظ خوش شد حاضر جسم جان کسی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را تبابند. اگر یک بار بلند میخندید من دیده پگاه خودتون مرکزی خنده است. بیدار شد. شما خودتون رو نقص میکنید. بیماری های نوروز هست که از ترس آدم نابینا میشد، زبانش میگیرد، شل میشد از ترس. این فونکشنال نیست. این متد ها با واسطه گیپنوز، سماگیپنوز نقش شده میتوند. فقط آدم ها یاد نکنند. اگر شما همین چیزا یاد گیرید 150 سال عمر دیدنتان ممکن. من شخصا 2 بار مردگی بیمارخانه و 10 روز 15 روز بیهوش خواب کردگی. من همین سال 20 گرده آب سنگ بود. افتا وزنین شش آب گرفته بود. همه خیش تبار اومدن که شما برنسی روید که میمورید. من گفتم من تا صده نمیمورم، برنسی هم نمیرم. من سیستم ساختگی. حالا شما ورق میتونم چقدر آب نوش حرکت کن، چه خور ساده خور همینا یاد گرفته دیگه. در عمر در دست شما، در دست خدا، در دست طبیعت. اما نفس چیزی گنده. من پشتی همین قشلاق یک دکتر منو دعوت کرد توی همه دکترها ماشین میبرد میبیارد. من گفتم برادر نمیرم خفه نشم. من نویسندگی که از ضیافت گریز بیا با پرهیز. گفتم اونجا میرم 50 تا مینوشم، هر چی میخورم شب میبیام میمورم تمام خلاص میشه. گفت نباشد دبیک. برای همین نفس هم داشتن در کار. آدم باید من از این موسیقی ببینید خوراک کمتر میخوره. البته تجربه هست. خوراک بسیار خورده شب نفس هضم نمیشه. بسیار آدم‌ها زیاد میخورن شب هضم نمیشه، دولینی میخزد میزند میموره. وقتی خوابشون مرده میره. همینه یاد دادن در کار. مثلا من حاضر برنامه ساختگی اگر پرزیدنت تاجیکستان قبول کنه مکتب ها از مکتب معارف باید ما دیگرگونی کنیم. بچه‌ها یاد گیرن. من ژاپن مملکت ژاپن حسابی میونی عمرشو 93 94 سال. بچه‌ها البته باغچه میرفتی که خودش خوراکشو میپزد، ظرفشو میشود، دیگه کارای میکند. اخورده یاد گرفته.